من سارا هستم. یه دختر معمولی از یه خانواده خیلی سنتی. اونقدر سنتی که همه چی تو خونمون خلاصه میشد تو یه جمله. بذار ببینم بابات چی میگه. از وقتی یادم میاد خونمون همیشه همین قانون رو داشته. پدرم مرد آروم ولی محکمیه. نه اون چهره عصبی تو فیلم‌ها. بیشتر شبیه قلعه‌ایه که در ورودیش همیشه بسته است و تصمیم‌ها از پشت پنجره گرفته میشه. مامانم اون دل و جونمون بود. چراغ خونمون بود. گرم، مهربون. همیشه میخواست برای ما سپر بشه. خواهرم لیلا، وای اون یه فرشته است. همه کارای خونه رو میکرد که من بشینم و درس بخونم. من از همون بچگی تو دلم یه صدا داشتم. صدایی که میگفت تو حق انتخاب داری. باید راه خودتو پیدا کنی. نه که بخوام دنیا رو فتح کنم، نه. فقط دلم میخواست بتونم بگم این کارو میخوام یا اون کارو نمیخوام. همینقدر ساده، فقط یه حق انتخاب. 2 سال تمام تلاش کردم برای کنکور. شبای بیخوابی، صبحای پر از تست، اشک و امید. هر بار که کتابامو میبستم انگار یه قدم به رویاهام نزدیکتر میشدم. و بالاخره روزی که نتیجه اومد. اسمم توی لیست قبولی بود. اون لحظه دنیا عوض شد. قلبم تند میزد، دستام میلرزید. حس میکردم خدا منو صدا کرده. بیا این راهته. اما بابام گفت دختر رو چه به دانشگاه؟ مردم چی میگن؟ دختر باید بشینه تو خونه. من گریه کردم، اصرار کردم، خواهش کردم، دلیل آوردم. حتی قول دادم 1 سال فقط امتحانی برم. ولی بابا مثل کوه پای حرفش ایستاده بود. یه روز تابستون خونه خلوت بود. من داشتم برای خودم تو آشپزخونه آشپزی میکردم. سماور قلقل میکرد. بوی نون تازه هوا رو پر کرده بود. همه چی آروم بود. یکی از دوستام زنگ زد. داشتم خبر قبولیمو بهش میگفتم. یه لحظه ذوق، یه لحظه غفلت، یه اتفاق ساده. شعله کوچیکی بالا رفت و یهو دیدم همه چی دورم داره میسوزه. قبل از اینکه بفهمم چی شده دستام و شونه‌هام پر از درد شدن. صدای اون لحظه هنوز تو گوشمه. مامانم با نگرانی رسید. همسایه‌ها دویدن. اون روزا بوی ضد عفونی، صدای دستگاه‌ها، صدای پرستار که اسممو صدا میزد. مامان شب و روز بالای سرم بود. لیلا لباسامو عوض میکرد و بابا اون قلعه همیشه ساکت. این بار دستای لرزونمو گرفت. با چشمای پر از اشک هر کاری میکرد تا من بهتر بشم. دکتر می آورد، خرج میکرد. حتی منو برد تهران. ماها گذشت. عمل، پانسمان، فیزیوتراپی، روانشناس. زخما کم کم خوب شدن. ولی ردشون موند. ردایی که هر بار تو آینه میدیدم قلبم میلرزید. میگفتم چطور میتونم برم دانشگاه با این دستا؟ با این صورت؟ مردم چی میگن؟ اما همون موقع بابام عوض شد. یه روز نشست کنار تختم و گفت سارا من اشتباه کردم. مهم نیست مردم چی میگن. مهم تویی. برو دانشگاه، من پشتتم. اون لحظه مثل بارون بود روی زمین ترک خورده وجودم. قلبم دوباره زنده شد. تو دلم امید جوونه زد. اون لحظه بود که اشک شوقم سرازیر شد. با حمایت مامان، لیلا و همچنین بابا چند ماه بعد بهتر شدم. زخما کم رنگتر شده بودن ولی هنوز بودن. رفتن به دانشگاه دلهره داشت. از نگاه مردم میترسیدم. ولی خانواده‌ام پشتم بودن. اولین روز دانشگاه خیلی نگران بودم. وارد کلاس شدم. صندلیای چوبی، صدای خنده بچه‌ها، بوی کتاب. من یه گوشه نشستم. از پنجره به درخت‌ها نگاه کردم. به خودم گفتم سارا تو حق داری اینجا باشی. کم کم با همکلاسی‌ها آشنا شدم. بعضیا مهربون بودن، بعضیا بی‌تفاوت. بعضیا هم نگاه کنجکاو داشتن. ولی من یاد گرفتم هر روز یه قدم برم جلوتر. اما مسیر آسون نبود. یه روز مامانم گفت سارا بریم پیش یه دکتر دیگه. شاید بتونه راهی پیدا کنه. پوستت بهتر شه. قبول کردم. روز موعود رفتم مطب. همه چی عادی شروع شد. پرسش و معاینه. ولی کم کم متوجه شدم نگاهش و لحنش عجیب شده. به جای اینکه فقط از دارو و عمل بگه، شروع کرد به شرط گذاشتن و حرفایی زد که اصلاً در شأن یه پزشک نبود. یه جوری حرف زد که انگار درمان من به چیزای دیگه‌ای بستگی داره. اون لحظه یه حسی مثل یخ ریخت تو دلم. گیج شدم. ذهنم قفل کرده بود. پیش خودم میگفتم یعنی واقعاً همچین چیزی ممکنه؟
مگه دکتر نباید پناه آدم باشه؟ بغض گلومو گرفته بود. دستام عرق کرده بود. حس می‌کردم بین 2 تا دیوار گیر افتادم. از یه طرف آرزوی خوب شدن و برگشتن به زندگی عادی، از یه طرف عزت نفسم و حرفایی که شنیده بودم. وقتی از مطب بیرون اومدم، آسمون گرفته بود. صدای بوق ماشینا، همه خیابونا، همه چی مثل فیلمی بود که صدای پس زمینش قطع شده بود. فقط توی ذهنم یه صدا میپیچید. چرا باید همچین چیزی بشنوم؟ اون روز فهمیدم زخم فقط روی بدن نیست. گاهی روی دل آدم میشینه و پاک کردنش سخت‌تره. از اون روز به بعد حالم افت کرد. شبا کابوس میدیدم. اصلا تمرکز نداشتم. حتی وقتی خانوادم دورم بودن و سعی میکردن حالمو بهتر کنن. من هنوز با اون اتفاق توی ذهنم کلنجار میرفتم. هیچ وقت به مامان و بابا چیزی نگفتم، چون مطمئن بودم باور نمیکنن، یا شاید دنیام بیشتر به هم میریخت. وقتی از مطب اومدم بیرون سرم گیج میرفت. توی خیابون راه میرفتم ولی انگار پام زمینو حس نمیکرد. صدای ماشینا میپیچید ولی من تو دنیای خودم بودم. همش تو ذهنم میچرخید. یعنی واقعا مجبورم بین خوب شدن و آبروم یکی رو انتخاب کنم؟ همونجا کنار پیاده رو نشستم و سرمو گرفتم بین 2 تا دستام. 1000 تا فکر به هم هجوم آورد. با خودم میگفتم اگه قبول کنم چی؟ اگه خانوادم بفهمن آبروم میره. بابا طاقت همچین چیزی رو نداره. مامان دق میکنه، لیلا دیگه رومو نگاه نمیکنه. بعد یه لحظه بغضم ترکید. ولی اگه قبول نکنم، اگه زخمام همینجوری بمونه چی؟ من با این دستا، من با این صورت چطوری میتونم جلوی بقیه ظاهر شم؟ چطور میتونم برم دانشگاه؟ حس میکردم گیر افتادم. هر طرفو که نگاه میکردم یه دیوار بلند بود. یه طرف آرزوی خوب شدن، یه طرف اسم و آبروی خانوادم. همون لحظه توی دلم گفتم چرا باید توی این موقعیت قرار بگیرم؟ اون شب تا صبح چشم رو هم نذاشتم. سقف اتاقو نگاه میکردم. صدای نفسای مامان از اون ور اتاق می اومد و من فقط به این فکر می کردم که چطور میتونم یه راه پیدا کنم. بالاخره توی این مسیر من با یه دکتر خوب و آدم حسابی آشنا شدم. نه کسی که شرط بذاره، بلکه پزشکی که براش حرفه و احترام بیمار مهم بود. اون بهم گفت که هر عمل ترمیمی باید با رضایت و آگاهی کامل باشه. توضیح داد چه کارهایی میشه کرد. عوارض و مزایا رو گفت و زمان بهبود رو شفاف اعلام کرد. من تصمیم گرفتم یکی از عملای بازسازی کوچیک رو انجام بدم. نه برای اینکه مثل قبل بشم، بلکه برای اینکه راحتی بیشتری داشته باشم و دستام عملکرد بهتری پیدا کنن. عمل با حضور خانواده و بعد از مشورت با روانشناس انجام شد. نتیجه خوب بود. نه معجزه، بلکه یه بهبود واقعی که به من اجازه بده راحت‌تر زندگی کنم. احساس من در طول این سالها پیچیده بود. از یه طرف شادی از این که دوباره در جمع قرار میگیرم. از طرف دیگه سایه خاطره اون اتفاق که همیشه یه گوشه از ذهنم بود. مهمترین چیز این بود که من کم کم یاد گرفتم به بدنم مهربونی کنم. کم کم یاد گرفتم با زخما زندگی کنم. زخما شدن بخشی از زندگیم، نه همه هویتم. نوشتم، گریه کردم، خندیدم، ادامه دادم. روز فارغ التحصیلی وقتی مدرکم دستم بود و بابا با چشم خیس نگام می‌کرد، فهمیدم که شجاعت یعنی همین. ادامه دادن حتی وقتی می‌ترسی. زندگی من قصه یه دختر سوخته است که از خاکسترش دوباره بلند شد. قصه بابایی که فهمید پدری کردن فقط محافظت نیست، آزادی دادن هم هست. قصه مامانی که ثابت کرد عشق از دارو قوی تره. قصه لیلایی که نشون داد خواهر یعنی سایه خدا روی زمین. همراهان گرامی، ممنونم که تا انتهای ویدیو همراهمون بودید. خوشحال میشم که برای حمایت از ما کانال رادیو تلاطم رو سابسکرایب کنید.